ایلا شال کامای کام خلاصین تمام دست و پنجم زخم زخور کرد. باز در کام واسه چیکار کنم دستی کاو اسب بود میگه ما دیگه. کاش گم من سلمان بیچاره بدبخت میدادم. بله. اشتان انتیار جانجوره خریه. شکو. چی رقم بیبیمه؟ اطراف ما خریت تیار خوشحال همگی. اطراف شما خریته؟ ها. عمل میکنم. چند بکاره؟ یک لک کلو. سعی کنین لولو. بچه کجو؟ وان بجا مادر شمانه بفهمیدی؟ او تا خوب چک نمی کنیم نیاییم. من بستون کلدار بخونه هسته. من امروز 100% به شما 1 لک کلدار حواله میکنم. فقط به صرف 10 دقیقه. دلجمع باشین. ها. دلجمع باشین. طرف کلدار دلجمع باشین که کلدار هسته بخونه. مدت تا چک نمی کنیم عدل چک نمی کنیم نیاییم به افغانستان. ها. خوبه. خداحافظ شما خداحافظ. تو چیز کن؟ کی بیده؟ بچه که کامه بود؟ اشتنه بیمه؟ بیبی تو حال امشه بخیر عمل میکنم. ها؟ خدا من شفای بده. تو یک کار کن. چیکار کنم؟ برو پیش مادر خو. خب. همون 1 لک کلدار رو برده ببر اگه صرفی میتونه ببری حواله کنی. پولا رو حواله کنم؟ ها. نه بابا نمیتونم. تو نمیتونی؟ شاید هم پولا پیش ما گم شه. خب. پس برو بگی لک بگو. 1 لک کلدار هم مادر خو بستونه. بفهمیدی؟ خب. او جای بلده که کجا ببر حواله کنه. برای بگو همون پولا ببر حواله کن بخیر. گیلک ببره؟ ها. خب. بخیر. چای آوردی؟ ها. شالارم نشی آورد اینو. کاش که مدارا می بودم وای از غل بالا می بودم وای دختر بالا بلند غریه را. نگو این باسکل تو اینجا گاورده بودی؟ ها مثل ساعت بخونم رد باسکل پرم آخر تو تازی پخالا باسکل آوردی. برای خور بگردم. ما به تو میگم به مکتب نرو. تو رای مر بزی بگو چرا نرو. خب بگو. چرا نرو؟ آفرین. بابا گپ مفت نه از اینجا گم بابا چای بردم. تا سرانی ساعت رد باسکل پرم آخر میگم باسکل ما گم شد کجا شد؟ ما اینجا میایم باسکل سر زمین آوردی. نه مور نمیگم. ما باسکل تو یک روز ولشتم بیاردم واسه که گفتم سو وقت به تاریکی آمدم من. ور حتی نمیدشتی. چای خورم خود خوب بیاردم مثلا چای نخوردم گفتم اینو به هفته ورزنا دریویده نمیشه. گفتم این سایه گم نشه. گفتم اینا رو بدرم که زودی خلاص شه. مازی میگم. خب مازی میگم که درس نخون به خاطر از اینکه تو احمال بیامدی مستقیم بیامدی بهم تاشونا و به من میگی باسکل تیوری سلام علیک نمیگم معلم صاحب تو. معلم بابا نگفته که بر جمعی سلام نکن بیگانه سلام که تو که برای من هر از پیش میری چه سلام کنم. سلام سلامتی داره. سیه وقتی تو برو. سرده خیلی کجا برم؟ بابا گفت تک برو به سرا. اب پیش نه پولای ورد و نار ببر به اوله کو به پاکستان. که نانه میشه عمل میکنم خیلی. بابا آه تفلک. وقتی برو که دیر نشه دیگه. بی تفلک که عمل کنن دیگه. امکان داره که مو سر بی هم پاک خلاص. خدا نکنه خدا شفای بده وقتی. آه. دوا کو. ما از واسه درو میکنم برو. زودی بیای. خدایا برو یک قوی بخو. تمام مسکینار مریضا شفای بده. الهی امین. واسه درو میکنم برو. زودی بیای وانه که گمشی. خوبه. نه برو یک باسکل بخزان.
بسکله نبرن. پیاده برو بسکله خاطر بابا اگه دیر آمدیم مکتب خو میرم بگذار بسکله. همه امروز دور میدارن دیگه. نه مای نبرن بگذار سر جای برو. حال خوب مخته شدی دیگه. هر روز میبینم بسکله میاره میبری. با خدا اگر پیش ببری خوب. همیت آدمی خوب و تو که باسکل نده میزین چپه میکنی باسکله دیگه اگه به دست خوبه گرفتی هنه خوبه تو اگه مردی بسم خوبه هنه خوبه دسته کنشته میزنی کلوخ کوبه ور میدانه میزنه بفهم بریم با خدا اگر مرزات رو دلو نمیکنم من میرم به سرا ماما جامو پاک پول معامله کن با پاکستان. مشکل ندارم اونجا چنده؟ 1 لک کالا. 1 لک کالا و پاکستان به کدی شهر رای میکنه؟ کراچی 500 افغانی هم کمیشن میشه مامو. 500 افغانی هم پول کمیشن میشه. گپینیه ماما بفهم گپینیه. و مشکل ندارم ماما جو. واسطی بیبی من مریضم اونجا ببردم ماما جانانه. انا خیلی دیگه تا چند دقیقه رای میکنی تا چند ساعت؟ آن شماره به شما چیز میدم ماما تا به نیم ساعت دیگه پول حواله میشه پاکستان. بله خوبه. به نام کی حواله میکنه ماما؟ به نام زیدی و زاغمه. زیدی و زاغمه. ماما جی پول به کراچی به شفاخونه یا به اتاق جای حواله میکنه؟ حوالجات خوبه که به کجا حواله میکنه؟ کراچی دیگه من نمیفهم. خب تا کراچی ماما جو کراچی یک شهری حالا من چی میفهم شما به کدوم چی حواله میکنه؟ باشه منم. الو بابا. 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 میگم امی ماما متکل میگه که من پولا خود با کجا میکنم من میگم بتا که چی؟ من نمیفهم بابا چی یعنی چی خود ماما بابا بیار منم. خب این که خیلیت خوشحالی؟ شکر سلامت باشه. آسه ماما جو بفهمیدم. آسه هم تا نیم ساعت دیگه امیده خود پول شما رو حواله میکنه. آسه باشه خیلی خدا شفای بده خیلی خدا. بیاین لالا. بله. گفتم به کجا حواله میکنه. من حواله میکنم تا به نیم ساعت دیگه شما زنگ زنی منم پول خوب بگیرم. بده شماره. شما
او با کلی از او خود کله گنده خود میده. تچه تچه تچه. آفرین، همه میتونه مقبول وقته بسه. مقبول هی بنده بسه. یاره که عقل کمال مثل داریم. تچه چه کم بنده میکردن و بعد بگی سهی میکنم. آفرین. بعد شاخای بزغاله ما کوشد ملچی دختر خاله ما، خاله به قربان تو شم بگذال بریان کو، یک شو میمان تو شم بگذال بریان کو. شنگای بزغاله ما کوشا دختر خاله ما، خاله به قربان تو شم بگذال بریان کو، یک شو میمان تو شم بگذال بریان. چشمای بغزاله ما گله بچی خاله ما، خاله به قربان تو شم بگذال بریان کو. بله سلام علیکم بچه کاکاشتنی، خیریت جانجوره، سلامت باشین، زنده باشین. گوشی پیار من بابا چو کاکا به دست من، خاطری که من صبح بازی میکردم و من بی بی جانشتنی، بی بی خیریت جانجوره، تیار هستیم. شفا باشه بی بی، خداوند شما شفای بده. تمام مریضا به هر جا هستن، خدای پاک الله پاک شفای بده اینا کار. نام خدا بی بی مقبول سی میکنه. گله کن بی بی. خب چکی مرگل به تا تلفن گفت بزنه خودی بی بی. خب بگه گردن خود گسپنده بزار بیاوردم بابا این باغچه اینجا گاهی میچرنو. چی میگی؟ صوتی زنگ میزنی؟ ایت زنگ میزنی؟ خوب زنگ زنی. زنگ زنی آنی زن میگم زنگ زنی. ماشین چی ما کار داره. ایتونه که اشاره میکنه مثل که صدا ما نمیره به تصویری. بله خب بیبیش نه آخه بچه کاکا جون، لالا ما دیرو ما بردم یک لک کالدار ری کردم با پاکستان به تا کراچی. نه بابا تابالی های خوبه. اونایی که شماره رای کردیم اونا همه گول و ور نمیدارم ها. نسبی گول نسبی ور نمیدارم. خوبه خداحافظ. خوبه تو سیکو رنگه که تو به خاک شه. ما پلا دیری رای کردم حالا با چی کاکا ما میگه تو حال پلا رای نکردیم امشب بی بی عمل میکنم با بیلا. انا حالا من شماره به پیار خور ندارم، من اشتک گوشی پیار من اینجا گاهه من شماره ندارم. من اگه اشتک کنیم چی بگم؟ من گوسپندار اشتک کنم؟ من گوشی هم به پیش منه. ما بگم گوشی بابا ما آوردم. من چی میگم؟ میگه تو گوسپندار بیاوردی یلا دومینا همه میرم من باره بار به شیلیا مردم.
بله آما چپ کرده گوشی شما بابا به پیش منه بابا سعی کنیم و پاکستان بچه کاکا شما زنگ دادن گفتم که پولا شما رای نکردیم گوشی شماره رای کردیم نصف گل نصف امرتکه ور نمیداره خود شما عباس رای کنی پیش به باغچه و گوسفنده روش کنه الان میام خود گوشی شما بازی میکردم و کسی حیات ما برفته بوده عدی شب تاله خداحافظ رای کنه عباس زودی بیایه آره بابا مثل که کاکا مزدورتون یا بازگرتون پیا چکار شده کاکا جو؟ اشتا چکار شده؟ 24 ساعت تیر شده تا پول ما به پاکستان سر نشده این چی رقم مردم شما؟ چی رقم زندگی داره شما؟ خبر؟ ببینیم با خدا بمونه میکنم بابا چکر میکنم مردی ببینیم بمونه خدا نکنه بمونه گناه بابا بچه آقای خودت خدا آخه پول ما دیرو حواله کردم چی کار کنم؟ من اینجا سر میدن بابا میگه برای جون من شیکو برای خب بکن که وقت نتافتر بعد ما یک دقیقه چرا پیلا ما دیره بسته دیگه چه پس بدم حواله نمیکنم که وقت نکش بشی یک دقیقه تو بچه آخه بشی تو به ما اونون دیگه با تو نگو برای جون من پول تو رو حواله کردم بدی از خدا نیم سال 6 حرف شماره دارم 6 حرف شماره خمیشه لا حالی سر کنم میزم میزی چطور دیگه کامپیوتر رو می‌ذارم که پول کنی یک دقیقه بابا جو لیاز خدا یک دقیقه صبر کنه که تو هم زنگ زنم با تو دیگه اینه چی رقم آدم مردم سر وظیفه برای جون جا پول تو رو حواله کردم تو رو نیم ساعت دیگه ماما دل شما بابا نگفتیم نیم ساعت برای بستونیم ها سر نیم ساعت صحیح تلفن پیار به خاموش بودن تلفن پیار به خاموش بودن تلفن ماما برای جامعه چیزی نفیدم یا برای نمیدن همون تا فکر نمی‌کنی غیر از تلفن پیام خاموش میده من بیبی اونجا باید عمل کنم اونجا اون مریضه روزی 10,000 به ما مال خرج داریم نداره بابا رو 10,000 نکنین کاکا جو یار خوب کردن یک دقیقه شما گوشش کن گپ من میفهمم شما مشکلات داریم مریض داریم که یک مؤثر روی کم نشه همین دیگه تو به سر تدیر بزنید نکنین کاکا جو گپ شما ببین کاکا جو نکنین سر صدا نکنین این جان خستیت سالیان شما مردمه خستیت شما نه که مردم آزار دیم سر دهونه کاکا جهانی تا ببین 1,000 ولی پولامو فایده نخوریم شما کاکا جو خیلی بینیم من ببین عمل یک زنگ میزنم برو جان مشکل شما حل میکنه چرا حل میکنی؟ بابا جان من دیرو با خدا حل میکنی برای شما دیرو حواله کردم بعد نیم ساعت زنگ زدم گفتم بیا پول خود بگیرین دیگه ما چه خبر داریم ما دیرو شما خبروای نشد دیگه ما به کسی زنگ چیزی نتونم پیگیری کنم انا 2 دقیقه شما دل بزنون بگیرین انا زنگ میزنم کاکا جو 6 شماره دارم 6 شماره تو خموش ما به این مشکلات ها شما گرفتاریم از اینجا ما پول حواله میکنیم به اونجا به 10 نفر مردم میدونم و خدا این مشکل تنها شما نیم شما نیم تنها این مشکل مثل شما از 100 نفر ما پول حواله کرده مرتکب مریض داره به یا با تا شفاخونه یا با دیگه جا بزن عمل